کو؟ من استاد نیستم، بادیگاردم. آره بادیگارد. صبح بخیر. همه لطفاً بشینم. چی شده؟ نمیتونم بشینم قربان. برای چی؟ نکنه مشکل بواسیر داری؟ من بادیگاردم قربان و بادیگاردا نمیشینن. حتی صبح مجبورم بشینم. بادیگارد کی؟ خیلی خوب. اما تا وقتی که داخل کلاسی خودتو به عنوان یه دانشجو فرض کن و آروم یه گوشه بشین. باشه؟ قربان من نمیتونم کنار خانوم بشینم. نه کنارشون میتونم بشینم، نه جلوشون و نه